شما مرا استاد و آقا می‌خوانید و خوب می‌گویید زیرا که چنین هستم. کسی که غسل یافت محتاج نیست مگر به شستن پایها، بلکه تمام او پاک است. و شما پاک هستید لکن نه همه. آیا فهمیدید آنچه به شما کردم؟ آمین آمین به شما میگویم غلام بزرگتر از آقای خود نیست و نه رسول از فرستنده خود. پس اگر من که آقا و معلم هستم پایهای شما را شستم، بر شما نیز واجب است که پایهای یکدیگر را بشویید. زیرا به شما نمونهایی دادم تا چنان که من با شما کردم شما نیز بکنید.